در دهه استقلال دو دهاتی به نام عبدی عوضов در ناحیه واسع این کتابخانه و مرکز سلامتی دهاتی بعد مورد استفاده قرار گرفتنش فعالیت آن منتظم برآمده شده است. ساختمان بینای مذکور با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسع و از جانب شخص احسانکار ساکن دهه فیض‌آباد سفرعلی محمد رجب از حساب مبلغ‌های پس‌انداز نموده‌اش آن را مورد استفاده همدهگانش قرار در داد. پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت معظم ما محترم امام علی رحمان در همه گوشه و کنارهای جمهوریمان صاحب کاران یافت شدند که بنگاه های سلامتی و کتابخانه ها را از حساب خود می سازند. یکی از این شخصیت های با خیر و سخاوت در دهه استقلال دو سفرعلی محمد رجب می باشد که مرکز سلامتی که در دهه استقلال دو جماعت عبدی عوض ساخته شده است. مردم این دهه سالیان دراز از نرسیدن خدمت طبی اذیت میکشیدند. با تشبث این شخص سخاوتمند اکنون صاحب مرکز سلامتی گشتند که در هر وقت ساعت یاری طبی میرسد. اینچنین با تشبث این شخص کتابخانه به نام استاد صدرعینی ساخته شد که این یکی از اون سیاست های خردمندانه که چندین سال است در جمهوری عزیزمان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. این سیاست در همه جا دستگیری می‌یابد. از آن جمله صاحبکار سفرعلی محمد رجب نیز کتابخانه به نام استاد صدرعینی ساخته است که فرزندان مردم آمده از اینجا کتاب‌ها گرفته معلومات پیدا میکنند. کتابخانه مذکور با قید کتابخانه ناحیوی درآورده شده از خزینه به این کتابخانه به مقدار 35000 کتاب‌های گوناگون وارد کرده شدند. این نورسان از یون نخستین این کتابخانه می باشند. اکنون آنها امکان پیدا نمودند که برای بلند برداشتن سویه دانش خود و اشتراک در آزمون‌های دوره فروغ صبح دانایی کتاب از فعالانه شرکت ورزند. من رحمت الله زاده مریم میخواهم در آزمون فروغ صبح دانایی جای خوب را اشغال نمایم. من بسیار آرزو دارم که در همین آزمون جای نمایان و جای خوب را گیرم. من مهرانگیز عبدالجلال میخواهم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از اشتراک کرده جایهای نمایان را گیرم و من زود به این کتابخانه آمده کتاب‌های بدیعی را گرفته مطالعه می‌نمایم. در روبروی بینای کتابخانه در مرکز سلامتی دهاتی 3 نفر کارمندان سوهای طب، 1 نفر دکتر و 2 نفر همشیره‌های طبی در 4 حجره کاری به فعالیت مشغول هستند. دهه استقلال 2 نوبنیاد میباشد. در آن در 67 خواجگی 386 نفر اهالی به قید گرفته شده است. طبق نقشه کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در این دهه برای مهیا نمودن جایهای نوی کاری انشاءاتهای دیگری جشنی به قید گرفته شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.